شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان اعلام کرد که از 31 مارس امسال پروازها به کشورهای جهان را از سر میگیرد. اکرام سبحانزاده مدیر آژانسی اویاسیون گراجدانی به خبرگزاری خبر گفته است تمام سندهای ضروری را برای پرواز هواپیماهای تاجیک ایر گرفتند و بعد از موافقت با ساختارهای دیگر پرواز در خط سیر دوشنبه مسکو برقرار می شود. خبرگزاری نوشته است که روز 11 مارس فروش بلیط در خط سیر دوشنبه مسکو و مسکو دوشنبه آغاز شد. پرواز نخستین هواپیماهای تاجیک ایر در این سمت روز 31 مارس سال روان در نظر داشته شده است. به گفته مقامات پس از انجام رسمیات ماه اپریل پرواز هواپیماهای تاجیک ایر در دیگر خط سیرها نیز برقرار کرده می شوند. از روز 5 ژانویه پرواز هواپیماهای تاجیک ایر به داخل و خارج متوقف شد و بسیاری از کارمندان آن را به رخصتی بیموز فرستادند. سبب هم مشکلات مالی در شرکت گفته می شد. تا 6 سال پیش تاجیک ایر بیش از 71 میلیون دلار از این و آن قرضدار بود. حالا بنا به گزارش‌ها از شرکت‌های ایروناویگاسیون قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان هم قرضدار است. تاجیک ایر تا 1 ژانویه سال 2018 31 هواپیما و چرخبال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ژانویه امسال اساساً به روسیه و کشورهای دیگر خارجی نزدیک پرواز می‌کردند. تیر ماه سال 2018 بعد بد شدن احوال شرکت حکومت برنامه مخصوص دستگیری دولتی تاجیک ایر برای سالهای 2018 و 2023 را قبول کرد. برنامه روز 25 سپتامبر تصدیق شد ولی 4 ماه نگذشته تاجیک ایر به زانو زد و پروازهای آن را به شرکت خصوصی سامان ایر دادند.